F-22 جنگنده تاکتیکی نسل پنجم تک سرنشین، دو موتور و رادارگریز ساخت شرکت‌های لاکهید و بوئینگ است که برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا توسعه داده شده است. جنگنده F-22 یکی از گرانترین، پیشرفته‌ترین و توانمندترین جنگنده‌هایی است که تا به امروز تولید شده است. با تاج توجه برنامه جنگنده تاکتیکی پیشرفته نیروی هوایی آمریکا، F-22 در درجه اول به عنوان یک جنگنده برتری هوایی طراحی شد. اما این جنگنده دارای قابلیت‌های هواگرد تهاجمی، جنگ تترونیک و شنود الکترونیک نیز هست. ساخت بیشتر بخش‌های بدنه، سامان سلاح و انجام مونتاژ نهایی بر عهده پیمانکار اصلی پروژه لاکهید مارتین بود و بوئینگ هم وظیفه ساخت بالها، بدنه پشتی، بخش‌های اویونیک و سامانه آموزشی را بر عهده داشت. پیش از آغاز به کار رسمی F-22 در دسامبر 2005 با نام F-22، این هواگرد با نام‌های F-22 و افسای 22 شناخته می‌شد. پس از دوره توسعه طولانی مدت و با وجود مشکلات عملیاتی، نیروی هوایی ایالات متحده قدرت هوایی و تاکتیکی این هواگرد را جزء مهمی از قدرت تاکتیکی هوایی این نیرو توصیف کرد. بیانیه نیروی هوایی بیان می‌کرد F-22 با تمام جنگنده‌های پیشین متفاوت است و قابلیت‌های رادارگریزی، عملکرد آیرودینامیک و آگاهی موقعیتی آن کارایی بی‌سابقه به این جنگنده داده است. به نظامی نیوز خوش آمدید. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، کانال نظامی نیوز را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری ویدیوها از ما حمایت کنید. طول این هواپیما 18.9 متر، ارتفاع 5.1 متر و طول بالها 13.6 متر است. برد آن بیش از 1600 نانومتر است. ساختار F-22 از 39% تیتانیوم، 24% کامپوزیت، 16% آلومینیوم و 1% ترموپلاستیک وزنی است. تیتانیوم به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا در مناطق استرس بحرانی از جمله برخی از دیوارها و همچنین به دلیل مقاومت در برابر حرارت در بخش‌های داغ هواپیما استفاده می‌شود. کامپوزیت‌های فیبر کربن برای قاب بدنه، درها، شکاف‌های میانی روی بالها و برای پانل‌های پوستی ساخت ساندویچ لانه زنبوری استفاده شدند. کابین هواپیما F-22 کابین خلبان مجهز به کنترل دریچه گاز و چوب HATAS است. کابین خلبان دارای 6 نمایشگر کریستال مایع است. قفله نمایش چند منظوره اولیه طرح‌ریزی کایزر الکترونیکس یک نمای نقشه از وضعیت تاکتیکی هوا و زمین از جمله هویت تهدید، اولویت تهدید و اطلاعات ردیابی را ارائه می‌دهد. سرعت 2.25 ماخ، برد 2963 کیلومتر، سقف پرواز 65000 فوت می باشد. موتورهای قدرتمند F-22 سرعتی معادل 2200 کیلومتر بر ساعت به این جنگنده داده. جنگنده های نسل پنجم سرعتی کمتر از 2 ماخ دارند و این سرعت برای F-22 که جنگنده نسل پنجم است خارق‌العاده است. F-22 رپتور جنگنده تاکتیکی و استراتژیک ایالات متحده است. ترکیب قدرت، سرعت و تکنولوژی این جنگنده را به شکارچی بی‌رقیبی در آسمان‌ها تبدیل کرده. خوب بریم سراغ مشخصات موتور F-22. جنگنده F-22 رپتور یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای جنگی جهان به لطف دو موتور توربوفن پسسوز پت ویتنی F-119 PW خط تیر 100 قادر به دستیابی به سرعت‌های مافوق صوت و مانورپذیری بی‌نظیر است. هر یک از این موتورها نیروی رانشی معادل 156 کیلونیوتن تولید می‌کنند.
موتور این جنگند مجهز به تیغه‌های فنوتراتر توخالی است که در مرحله اول فن نصب می‌شود. خب بریم سراغ تسلیحات مرگبار این جنگنده. تسلیحات F-22 شامل توپ 20 میلیمتری M61، موشک آبرامز، تسلیحات مشترکه GBU، موشک‌های هوا به هوای سیلیندر، موشک‌های ضد تشعشعی GN و بمب‌های هدایت شونده لیزری. آمریکا سالهاست که در صنعت ساخت و تولید جنگنده در دنیا بی‌رقیب است. ساخت جنگندهایی که با ترکیب قدرت، تجربه، چالاکی و تکنولوژی آنها را به شکارچی‌های بیچون و چون آسمان‌ها تبدیل کرده. خب این بود F-22 رپتور. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید کانال نظامی نیوز را سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری ویدیوها از ما حمایت کنید.